تغییریابی اقلیم حالا از سبب یک دوره 12,000 ساله کاتاکلیزم‌ها به عمل میآید. ما درباره گرمشوی گلوبالی سخن نمیگوییم که گویا از فعالیت انسان به وجود آمده است. سخن درباره از درون نابود شدن سیاره و نابود شدن تمام حیات روی آن میرود. این شوخی یا سینری فیلم نوی آفت نیست. این الکی در پیش نظر ما روی داده ایستاده است. چرا آنهایی که میبایست ما را از مرگ نزدیک آگاه میکردند خاموشند؟ عالمانی که ما وظیفه دار کردیم که ما را از فلاکت آگاه کنند متحد شدند. آنها به جای آنکه سبب‌های حقیقی را فهمند با همدیگر جنگ میکنند. بعضی‌ها بر این نظرند که تغییریابی اقلیم به فعالیت انسان یعنی پرتوهای SO2 به اتمسفر از سبب ساختن سوزشواری کربوهیدراتی وابسته است. به گفته آنها محض به همین دلیل وضع اقلیم به طور فلاکت باور بد می شود. عالمان دیگر در این نظرند که تغییریابی اقلیم مؤثر به فعالیت انسان ارتباط ندارد و به تغییرات طبیعی عامل‌های طبیعی وابسته است و از این رو حالا به تغییریابی اقلیم در سیاره هیچ چیز غیر عادی رخ نمیدهد. اما هر دوی آنها نابینا هستند، معلوماتی مکمل ندارند و بسیار اشتباه میکنند. اقلیم به طور نظرس تغییر مییابد. مرگ و خرابشوی هر روز بیشتر و بیشتر منطقه ها را فرا میگیرد، اما این به عیب آدم روی نمیدهد. وقتی آن رسیده است که روی راست صحبت کنیم. چرا شما مردم را میترسانید و حکایه‌های دهشت‌آور میسازید؟ اقلیم همیشه با سبب‌های طبیعی تغییر می‌یابد و یگان آفت وجود ندارد. This morning as firefighters try to just pull over, Jordies! و هیچ فلاکت وجود ندارد. آیا شخصی که در خانه‌تان را میکوفته شما را از خواب بیدار میکند شما را میترساند یا نجات میدهد؟ و اگر نه تنها خانه بلکه یک سیاره آتش گرفته باشد آیا در این باره آگاه کردن لازم است؟ آن چیزی که حالا در سیاره روی میدهد در 11,000 سال آخر غیر عادی است. بیایید به فکت‌ها روبرو شویم. در طول 1000 سال سیاره عادتا مقدار تغییریابی اقلیم را که در 30 سال آخر حیات ما رخ داده است احساس نمی کند. در دوام 30 سال آخر گرمکنی عمومی اقیانوس‌ها 450% افزود و فکت‌های گرم کردن قبط‌های چقوری اقیانوس شهادت می‌دهد که وی از پایان تا بالا گرم می‌شود. گرمشوی اقیانوس باعث افزایش قوه و شماری طوفان‌ها می‌گردد. سال 2020 همه رکوردها از روی بسامد پیدایش طوفان‌ها و طوفان تروپیکی در سیاره در طول تمام دوره مشاهده‌ها شکست داد. از سالهای 92 عصر گذشته شماره گردبادها در اروپا 10 مراتب زیاد شده در حال افزایش است. طوفان‌ها و تندبادها می‌تواند تمام منطقه‌های استقامتی را خراب کند و به آنها پروایی ندارد که آدمان در آنها پنهان می‌شوند یا نه. در دوام 33 سال آخر شماره طوفان‌ها زیاد شد. سرعت شمال و بلندی موج‌ها در اقیانوس‌ها زیاد شده. جریان بحر خیلی تیزاندود می‌شود. موافق معلومات NOAA در طول 30 سال آخر شماره آبخیزی‌ها در ایالات متحده آمریکا تقریباً 100% افزایش یافته است. در عین زمان آنها به طور سینخرونی به عمل آمده یکباره یکجان کشورها را فرا می‌گیرد. سرعت نابودشوی یخبندی گرینلند در 30 سال آخر 20 مراتب افزوده از سرعت ماکسیمالی 12,000 سال آخر زیادتر است. تحقیقات سرشمار نشان می‌دهد که سبب آبشوی پریخ‌ها افزایش جریان گیوترمینالی یعنی گرمی روده‌های زیر یخبندی گرینلند میباشد. در دوام 30 سال آخر سرعت آبشوی یخ در انتارکتیک 65% افزود و این تنها در قسم غربی انتارکتیک روی می‌دهد که در آنجا خانه عظیم ماگما و 140 ولکان موجود است که گرمی آنها یخ‌ها را از پایین تا بالا آب می‌کند.
صرف نظر از آن که پیریخ‌های بلندکوه نیز آب میشوند، کلها و دریاها در سراسر جهان سوز شده ایستادند. آب از ترکش‌ها به سینه زمین جاری می شود. طبق نتیجه پژوهش‌های عالمان آمریکایی در 50 سال آخر سطح آب دریاهای کلانترین جهان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. مثلا در خطای صرف نظر از آبخیزی زود در 20 سال آخر زیاده از 28,000 دریا ناپدید شده است که این قریب نصف تمام دریاهای مملکت را تشکیلات می‌دهد. مقدار سوختارهای شدید می‌افزاید و حتی آنها در زمستان هم قطع نمی‌گردند. حالا در شتات‌های متحده آمریکای غربی در هر سال 40 سال پیش به حساب میانه 7 برابر زیاد سوختارهای کلان به عمل می‌آید. حتی آرکتیک در آتش است. در سال 2019 بزرگترین و خراب‌بارترین سوختار در نیمکره شمالی در 10,000 سال آخر رخ داده است. سوزشواری گازها می‌براید. از این رو آتش را خاموش کردن ممکن نیست. وی علاقه شهرها را سوزانده، سالها باز تریتوری سوخته را ترک کرده ایستاده است. بیشتر آدمان جان خود را از دست می‌دهند در سوختار و یا از دود نفس می‌گیرند. خوب، همه این چیزهایی که شما نامبر کردید همه از گرمشوی گلوبالی به وجود آمدند که نتیجه افزایش گازهای گلخانه‌ای در نتیجه سوزش کربوهیدرات‌ها میباشد. انسان‌ها گناهکارند. تغییریابی اقلیم از حساب پرتوهای SO2 ناچیز است، زیرا کنسنتراسیون CO2 در اتمسفر ناچیز است. مقدار SO2 در اتمسفر 0.4% و آنتروپوژن 0.10,004% می باشد. چطور 4 مولکول در 1 میلیون که انسان به اتمسفر اضافه کرده است می تواند باعث تغییریابی اقلیم جهانی گردد؟ بلند شدن گاز کربن در اتمسفر نه سبب بلند شدن حرارت بلکه نتیجه آن است. خیلی بیشتر SO2 از جانب منبع‌های طبیعی نسبت به آدمان برآورده می شود. منبع SO2 اقیانوس است که با روند شدید مگماتیکی در پایان گرم می شود. درختها به متاسف شروع کرده، حالا آنها در جای از خود کردن آن SO2 میبرند. در طول 10 سال آخر جنگل‌های آمازون که نظر به آن که گرفته بودند تقریبا 20% زیادتر گاز کربنات را به اتمسفر برآوردند و در سیبیر از آخر سالهای نتیجه همین است که در ظرف 15 سال آخر چوب و تخته آن را مثل صنعت اینتنسیوی می دهند. همزمان با جنگل باطلاق‌ها به خارج کردن SO2 شروع کرده اند. ریاکسی بیوسفیر و اقیانوس پاسخ به فعال شدن سیاره در نتیجه دوره 12,000 سال می باشد. تصدیق خاراکتر انومالی حادثه های حاضره دوره به اصطلاح اپتیمومی گالوتسینی 6-9,000 سال پیش از این می باشد که در آن وقت حرارت در سیاره نظر به حاضره 3 درجه بلند شد. حالا گرمی از داخل سیاره می آید. من باوری ندارم این هم از جانب آدم ساخته شده است. من راضی هستم که آدمان به تغییریابی اقلیم تاثیر ندارند، اما انتظار شوید که این گرمدهی داخلی در چیست؟ آفتاب عامل اساسی تغییریابی اقلیم است. تغییریابی اقلیم معاصر نه تنها با بلند شدن حرارت جهانی بلکه با افزایش فعالیت سیسمیکی و ولکانی که چند مراتب جدی است توصیف کرده می شود. از سالهای 90 انرژی زلزله خیلی زیاد شد. شماری آنها و مقیاس آنها می افزاید. فعالیت سیسمیکی حلقه آتش اقیانوس آرام از سال 1990 تا سال 2021 دو مراتب افزایش یافته است. مقدار زمین جنبی در قعر اقیانوس در سرد پلیتو قد پشته های میانه اقیانوس می افزاید. ولکان های زیر آبی و زمینی در تمام روی زمین فعالانه بیدار می شوند. افزایش های فعالیت ولکان ها از روی حجم لاوا های ترکنده به قید گرفته می شوند. 90% ولکان های فعال در حلقه آتشفشانی اقیانوس آرام جای گیرند که فعالیت آنها هر سال می افزاید. همه این زلزله ها و ترکش ها نیز با عیب آدمان به عمل می آیند. در نتیجه گرمشوی پریخ ها آب می شوند
سرباری قشر زمین کم می شود و همین سبب قشر کفیده لاوه می ریزد. این یک فریب است. اولا در حلقه آتش اقیانوس آرام یگان پریخ وجود ندارد که می تواند فعالیت سیسمیکی و ولکانی را به جا افزایش آید. دوم این است که پریخ ها با وجود سرعت بلند آبشوی هنوز پر آب نشدند. علاوه بر این آنها برعکس در همان جایی که فعالیت مگنتیکی افزایش می‌یابد آب می‌شوند، نه در همه جا، چنان که در نتیجه آبشوی سطح روی زمین به عمل می‌آید و نهایت چگونه پرتوهای SO2 می‌تواند باعث زمین‌لرزی عمیق در عمق 700 کیلومتر گردد که در 10 ساله آخر به طور فلاکت‌آور افزایش یابد. به گفته سیسمولوژها چنین زمین‌جنبی غیر امکان دانسته می‌شد. از سال 2014 این جانب افزایش شماره زمین لرزه در عمق بیش از 700 کیلومتر ثبت شده است و سال 2015 در نزدیکی ژاپن عالمان زمین لرزه را در عمق 751 کیلومتر کشف کردند. این زمین لرزه عمیق‌ترین در تاریخ مشاهده بود. در منطقه زمین چیز عملی به عمل آمد. اینچنین آدم و میدان مگنتیکی زمین به هیچ وجه تاثیر رسانیده نمیتواند. در سال 1995 یک بار 13 مراتب تیزاندن سرعت حرکت قطب مگنتیکی شمالی از 15 کیلومتر تا 55 کیلومتر در یک سال به قید گرفته شده است. از این رو که تغییریابی میدان مگنتیکی تغییریابی یادرو را نشان میدهد. من درباره میدان مگنتیکی راضی هستم، اما درباره افزایش فعالیت سیسمیکی و ولکانی من شبهه دارم. پیش از همه در برابر پیشرفت ما شماره دستچک‌های سیسمیکی زیاد شد. الگوریتم‌های کارکرد معلومات بیشتر مکمل گردید. این است که ما افزایش را می‌بینیم. در مورد ولکان‌ها این تنها آن است که شماره آدمان در سیاره زیاد شدند. از این رو شماره آنهایی که ترکش ولکان‌ها را مشاهده می‌کنند بیشتر. این سوال فهم است، ولی در این صورت افزایش فعالیت سیسمیکی ابجکتیوانه انعکاس می‌یابد. به گفته کارشناسان تقریباً در سال‌های 70 عصر گذشته افزایش نظررس در شماره سنسورهای سیسمیکی نصب شده در سیاره مشاهده کرده شده است. از آن وقت این جانب شماره آنها چندان تغییر نیافته است. زمین لرزه های فوکوسی عمیق به عمل آمده. افزایش شماره دستچک‌ها امکان می‌دهند که تنها افزایش مقدار زمین‌جنبی خرد مشاهده کرده شود و زلزله از 4 بل زیادتر در تمام سیاره در همه استانسی‌های سیسمیکی نوابسته از آن که در کجای جهان روی می‌دهد به قید گرفته می‌شود. 8 درجه در 20 سال آخر به شیوه کارکرد داده ها ربطی ندارد. درباره زمین جنبی عمیق نیز همین را گفتن ممکن است. از لحظه اصلاح پدیده اول در سال 70 عصر گذشته تا به این روز افزایش نظررس دینامیکی عمق به شدت چنین زمین لرزه‌ها مشاهده می شود. به همین ترتیب از ولکان ها سالهای 80 سال گذشته از ماهواره ها ولکان ها مشاهده می شود. یعنی از همان وقت این جانب همه ترکش ها و کیهان از کیهان در یک نگاه نمایان می شوند و در آن جایی که ولکان ها زیادن اهالی زیاد نمی شود و حتی کم می شود. اگر دلیل های شما را قبول کنیم، پس این همه چیز سبب شد